عزیز فعلا قرار داریم چارج بدیم در شهر فرانکفورت و ما نصیب باشه بریم طرف مرکز و دیگه چهار خیابان‌ها را از نزدیک شروع برابر بکشیم. منتظر برنامه باشید دوستان عزیز. فراموش نکنید لایک کردن و کامنت ازتون نبرد، چون هر یک کامنت هر یک چیز ما برای ما موتیواسیون میده که برنامه خوب دیگری برای شما آماده کنیم. رفتیم دیگه طرف شهر. دوستانی عزیز ببینید در شهر فرانکفورت خیلی کشتی ها میگردن، میتونید وارد کشتی شین. اون تیکتش 15-20 یورو های میگیرین و دیگه شهرهای آلمان سفر میکنین. اینا ببینید در اینجا هم رستوران هم تمام چیز هست در داخلش، جای بازی، جای بار، هم میفهم. هلو اینا ببینید توریست ها چی کیسن؟ دستاشونا با ما را بالا کیسن. خب اینا ببینید خیلی هم دریای کلان هم هست. اینا ببینید آدم ها ببینید آدم ها اومده ایستن هر گوشه کناری شهر. خیلی توریست بسیاره این رو دوستان. اینا ببینید دوستان همه توریست های. اینا ببینید همه توریست های محتلی انمی کشتیان از کشتی معل میکنن یا بالا میشون. اینا ببینید دوستان عزیز چنانچه گفتیم کشتی ها از تمام شهرهای آلمان اینجا میاین و اینجا گفتی که پارکینگ میکنن یا میفرن این صف، یعنی صفی که میبینین گردشگرها و سیاحان و توریست دیگه بالا میشوند در کشتی، یعنی منتظرن. ببینید دوستان در اینجا هم بیرق اوکراین هم به دست در بالای یک کشتی. خب خیلی شهری گفتی که پاکی توریستی و کلان و بزرگ. اینا مردم رو مردم دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در مرکز شهر فرانکفورت و این ساختمان ها را بینید، ساختمان های قدیمه شهر. باور که و اینجا هم کدام موزه های موزه شهری فرانکفورت. ساختمان های قدیمه، ساختمان های حاضره و معاصر. این طرف هم مغازه ها و این طرف هم ماشین ها چی میگن سه چرخ ها به خاطر توریست ها. شاشید ویلا تاکسی ها که مو دوچرخه تاکسی دوچرخه در این شهر فعالیت میکنن 20 سال شد. خب این طرف هم ساختمان های موزه و یا میدانی مرکز شهری فرانکفورت. فرانکفورت نماینه. این برنامه شهر فرانکفورت را تماشا دارین و چون خیلی هم سفرهای مدت طولانی است چند قسمت داشته برنامه، انشالله دیگه برنامه ها را دیگه منتظر باشین در یوتیوب انشالله پخش میکردن. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در مرکز شهری فرانکفورت. یه مگه از مجسمه های این شهر و ببینید دوستان ساختمان های قدیمه
و معاصر. این هم کلیسا. ما میرم نصیب باشد دیگه طرف های شهر ما را همراهی کنید تا آخر برنامه بیننده باشید. این هم مرکز شهری فرانکفورت. خیلی زیبا هم بوده شهر. من گفتن هم دوستان از یک از شهرهای کلانترین بود در آلمان. در کجای خواندم در جای دوم ایستاده است و تقریبا خود شهر 800 تا 1 میلیون اهالی داشته است و با گرد و اطرافش تقریبا 5 تا 6 میلیون اهالی دارد یا نفوذ دارد. ببینید دوستان جای دیدنی تاریخی زیاد داشت. این هم ترانسپورت شهری فرانکفورت و این هم تاکسی های فرانکفورت و این طرف هم ساختمان های قدیمه و در پشت ساختمان قدیمه ساختمان های معاصر. یک کدام کلیسا است. این هم ایستگاه‌ها و ترانسپورت های شهری فرانکفورت. این هم دیگه ساختمان های شهر. دوستان گفتم نماند چند روز بعد چمپیوناتی یا قهرمانی عاید به فوتبال بین کشورهای اروپایی برگزار میگردد، یعنی یورو 2024. ما ان شاء الله اگر وقت شد فرصت شد میریم استادیوم فرانکفورت هم یک بنوار میگیریم. اگر وقت شد نشد در اینجا هم بازی‌های چمپیونات برگزار میگردد در استادیوم فرانکفورتی نماین. دیگه ترانسپورت شهری فرانکفورت. دوستانی عزیز ما هم فعلا گشت و گذارهای ما در شهر فرانکفورت ادامه دارد. ما در یکی از خیابان‌های دیگری شهر هستیم. چنانچه می‌بینید از دو طرف رستوران و برهای این شهر خیلی منظم، زیبا، تازه. شهر خیلی از شهر تازه بوده است و این طرف جای نشستی مشتری‌ها که غذا میخورن یا که نان میخورن. خب این طرف هم نگاه خیابان‌ها و کوچه‌های شهر. اما نصیب باشه میریم اون طرف چراغ سازها میریم. هم دیگه خیابان ها و کوچه های شهر. دیگه ما در کدام میدان فعلا قرار داریم و این طرف هم کدام کلیسای دیگر کلیسا هست در طرف. خب دوستان این هم دیگه طرفی کوچه های دیگری شهر فرانکفورت. میریم نگاه طرف. این سینی میرمی پوشه.
دوستان عزیز این هم دیگه کوچه های مرکزی شهری فرانکفورت و ببینید خیلی سیر دم هم است و دوستان امروز هوا هم ابریه هم بارانیه هم آفتابی بعضی وقتا گرم میکنه بعضی وقتا سلقین بعضی وقتا چی میگن گرم خب این طرف ببینید دوستان عزیز خیلی آدم بسیار از امروز و سیاح امروز بسیار است. خب میریم دیگه طرف های شهر فرانکفورت. اینجا هم کدام گالری است خیلی کلان هم است زیبا ببینید. خب این کدام مجسمه کدام مادام باشه چی باشه دیگه چی معنی داره دیگه چی داره مردم آلمان ها نفهمند و خاطر چون اینجا یگان نمیشه جا نداره. خب این هم دیگه ساختمان ها و کوچه های شهر. این هم در جای کلیسا بفیرم چی رفته است ریمان رفته است یا که ترمیم. این هم دیگه ساختمان های شهر. این هم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر فرانکفورت. دوستان عزیز چنانچه میبینید ما فعلا قرار دارم در شهر فرانکفورت و این هم یکی از گالری هایی که خیلی مشهور است در شهر و این طرف هم چندین ساختمان ها و دفتر ها و چی میگن هتل های دیگر. دوستان عزیز ما در دیگه کوچه ها و در دیگه خیابان های شهر فرانکفورت قرار داریم و چنانچه پیشتر گفتم یکی از شهرها یکی از شهرهای سر توریست سر سیاح یا چی میگن خیلی دیدنی بابی آلمان است شهری فرانکفورت و لقب نیویورکی اروپا را داره با همین ساختمان های بلند و زیبایش. خب این طرف هم دیگه ساختمان ها و مغازه ها و شاپینگ ها و نمیفهم چیزای دیگر. ببین خیلی زیبا هم است. چنانچه میدونیم ما در شهر فرانکفورت نماین قرار داریم. این هم ساختمان های بلندترین و این ساختمان هم تازه یا نو ساخته سنش خیلی هم بلند هم است و این هم همون کران های جرثقیل ها را ببینید خیلی بلند هم است و این هم مرکزی شهری فرانکفورت و او طرف هم ساختمان های دیگر زیبا قامت افروخته است. این هم دوستان عزیز ساختمان رولکس یکی از ساعت های قیمت ترین دنیا یک شویتزرسک چسی یا ساعت که در جهان مشهور هم است. ساختمانش قامت افروخته است. خب با ما باشید میریم دیگه طرف های شهر. هم کدام مجسمه های قهرمان های آلمانی برای نوشتجات هم نداره که بخونیمش که کیان خیلی دیدنی هم است و این در مرکزی همین میدان قرار دارد که در پشت سرش گفتیم ساختمان های بلند این شهر.
در اینجا چهاربینی های فرهنگی برگزار میگردد. میره خیلی زیبا و دیدنی. دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در مرکز شهر فرانکفورت. ببینید دوستان خیلی جای زیبا.